به نام خداوند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. در نوبت قبل نگاهی گذرا داشتیم به مقدمه کتاب منطق الطیر عطار. گفتیم که کتاب با ستایش خداوند آغاز میشه، بعد میره سراغ نعت پیامبر اسلام و بعد بزرگان دین رو ستایش میکنه. یکی از دغدغه‌های جدی عطار در روزگار خودش اختلاف بین مسلمانان بوده. بین فرقه‌های اسلامی که به وجود اومده بودن جنگ و درگیری لفظی و فیزیکی و اینا فراوان بوده، چون که الان هم کمابیش میبینیم. به نظر عطار یکی از علل اصلی این درگیری ها و اختلافات که در واقع تار و پود جامعه مسلمانان رو از هم گسیخته تعصب ورزیه. تعصب در لغت به معنی پیچیدن بر چیزیه یا پارچه ای رو دور چیزی پیچیدن. اگر شما یک باوری رو داشته باشید و چنان به این باور بچسبید که اجازه چون و چرا به هیچ کسی ندید، میگن شما متعصبید و این تعصب آفت فکری بسیار بزرگی در برابر هر انسان. ما یه تعصب داریم، یه جزم‌اندیشی داریم. جزم‌اندیشی اونه که شما به یه چیزی باور داری و یه محال میذاری بعدش. میگه آقا فلان چیز رو بهش باور دارم و محال است که غیر از این باشه. اینکه تمام آرا و نظریه های دیگر رو رد بکنی و بگی محاله که چنین نباشه، شما جزم‌اندیشی و هنوز وارد دنیای خردورزی نشدید. اما تعصب در اصطلاح، در لغت رو که گفتم، در اصطلاح به این معنی که آقا من به فلان چیز باور دارم چون فلانی گفته، چون فلانی گفته و من این رو باور کردم و هرگز از این باور خودم دست نمیکشم. این امری غیر منطقیه، با اندیشه ورزی و با خرد ورزی و با چون و چرا کردن و رشد عقلانی منافات داره. برای همینه که عطار دقیقاً تشخیص میده که درد کجاست، درد جامعه مسلمانان در کجاست. میگه ای گرفتار تعصب مانده، دائما در بغض و در حب مانده، گر تو لاف از عقل و از لب میزنی، پس چرا دم در تعصب میزنی؟ بعد در همین فصله که میگه آدم اگر درد دین رو داشته باشه، واقعاً عشق به دین رو داشته باشه، هرگز سراغ تعصب نمیره. بعد مثالی میزنه، میگه که بلال حبشی وقتی ایمان آورد، با چوب و تازیانه که کتکش میزدند، اون فقط میگفت احد احد، فقط خدا رو صدا میزد. خورد بر یک جایگه روزی بلال، بر تن باریک 100 چوب و دوال. دوال به معنی تازیانه و تسمه است. خون روان شد زوز چوب بی عدد، همچنان میگفت دهد میگفت دهد. گر شود در پای خاری ناگهد، حب و بغض کس نماند در رهد. یادم اگه خاری به پاش رفته باشه، به عبارتی اگر درد دین داشته باشه، جز خدا سراغ کس دیگه نمیره. حب و بغض دیگران معنا نداره. بعد میگه حکم کردن و داوری کردن کار من و تو نیست. خاموش باش، میمکن حکم و زفان کوتاه کن، به معنی زبان. میمکن حکم و زفان کوتاه کن، بی تعصب باش و عزم راه کن. نیست در من این فضولی ای اله، از تعصب دار پیوستم نگاه. پاک گردان از تعصب جان من، گو مباش این قصه در دیوان من. یعنی قصه تعصب در وجود من، در زندگی من، در افکار من نباشه. بدین ترتیب مقدمه کتاب به پایان میرسه و عطار میره سراغ داستان.
داستان با این تصویر شروع میشه. گویا یه مهمانی بناس برگزار بشه، یکی یکی پرندگان میرسند و یه نفر وایساده به اینها خوش آمد میگه، یعنی اینها رو به مجلس وارد میکنه و در جایگاه خودشون مینشونه. در قدیم مسئول تشریفات مهمانی‌های بزرگ اشراف یه آدمی بود که اسمشو گذاشته بودن معرف. یعنی وقتی مهمانی وارد میشد به او خوش آمد میگفت و با صدای بلند او رو به بقیه معرفی میکرد، میگفت فلانی اومد، بعد میگفت بفرمایید در فلان جا بنشینید. گویا این آدمی که به این پرندگان خوش آمد میگه معرف مجلسه. بناست تو این مهمانی یه تعدادی پرنده جمع بشن، بعد تصمیم بگیرن درباره پادشاه خودشون و اینکه خب همه موجودات یه پادشاهی دارن، چرا ما نداریم؟ باید تصمیمی رو اتخاذ بکنیم. اولین پرنده‌ای که وارد میشه هدهده. بعد اون معرف، اون کسی که داره خوش آمد میگه که مرحبا ای هدهده هادی شده، در حقیقت پیک هر وادی شده. یعنی خوش اومدی ای هدهدی که مجذوب پروردگار شدی و در زمان حضرت سلیمان پیک او بودی، قاصد او بودی و پیامها رو می آوردی و می بردی. مرحبا ای هدهده هادی شده، در حقیقت پیک هر وادی شده. ای به سرحد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منطق الطیر تو خوش. پرنده بعدی که وارد میشه موسیچه یا قمریه. نام دیگر قمری موسیچه است. باز بهش خوش آمد میگه خهی موسیچه موسی صفت، خیز و موسیقار زن در معرفت. بهش میگه خوش اومدی ای قمری که شبیه حضرت موسایی، بلند شو موسیقی در معرفت برای ما بنواز. کرد از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی حلقت را سپاس. میگه که موسیقیدان ها وقتی صدای تو را میشنوند در واقع تو رو تحسین میکنند. پرنده بعدی توتیه. باز بهش خوش آمد میگه مرحبا ای توتی توبا نشین. توبا میگن نام درختی است در بهشت. مرحبا ای توتی توبا نشین، حله در پوشیده طوقی آتشین. یه لباس سبزی بر تن کردی. میدونید که بهشتی ها حله های سبز بر تن میکنن. حله سبز ابریشمین بر تن کردی، یه حلقه قرمز هم دور گردنته. مرحبا ای توتی توبا نشین، حله در پوشیده طوقی آتشین. پرنده بعدی کبکه. خهی کبک خرامان در خرام. یه کبکی که خرامان راه میری با ناز و عشوه حرکت میکنی، وارد شو. خهی کبک خرامان در خرام، خوشی از کوه عرفان در خرام. این که کبک معمولا در کوه، بعد میگه که تو باید در کوه عرفان و در کوه معرفت و در کوه شناخت خداوند قدم بگذاری و حرکت کنی. پرنده بعدی که وارد این مهمانی میشه باز یا شاهینه. مرحبا ای تنگ باز تنگ چشم، چند خواهی بود تند و تیز خشم. این که بهش میگه تیز خشمی به خاطر اینکه این پرنده شکاری با سرعت میره پرندگان رو شکار میکنه. تنگ باز یعنی تند باز، نوعی باز شکاری بوده، اسمش بوده. نامه عشق ازل بر پای بند، تا ابد آن نامه را مگشای بند. یعنی به این پرنده به پاش نامه‌ای می‌بستند و او می‌برد به شهرهای دیگه. میگه نامه‌ای که باید با پای خودت ببندی نامه عشق. و پرنده بعدی بلبل یا عندلیبه. مرحبا ای عندلیب باغ عشق، ناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشق. خوش بنال از درد دل داوودوار، تا کنندت هر نفس 100 جان نثار.